بغل ریل قطار داریم میریم اینا رو نمیخوایم یه جا رو باید بفرم از تیم رو بریم داداش دار کن بومزی اونجا داداش فکر کنم بریم تو تونه نه تو قبل تونه فکر کنم بریم پایین از پایین بریم خیلی خطرناکه از این پایین من بابا چیز دیر گذر داره واسه اون من راهه آره اون بر جا داره اینا ها این زیر گذره آره یعنی سه تا ترسی رو آوردیم از زیر گذر میترسن من نمیدونم ترسیدیم ما دل شیر داریم آره دیدم خدایی دخترش کنه آره امشب ببینم دیگه امشب میشم شجاعتتون رو ببینم داره من هر بلایی سرم بیاد میام نزدیکت امشب دوست دارم شجاعتتون رو ببینم کمرم درک حالا گرفت چپ باید بگیم فکر میکنم درسته؟ من دیگه تا اینجا شد من همیشه بلد نبودم عالی بودی نه پی بیدون 7000 نفر دارم آقا میان گم نمیشیم بذار بریم جاده که بریم اون حالا بنزین داره؟ نه نفت میفروشم اینجا نه ممکنه قطع باشه نگاه آب بوده خوش شده چقدر تمیز باره کفش نگاه چی شده دو تا کامنت رو خوش بگذاره اون کنار اشکان کیه؟ سپه همین رو خیلی یعنی ریدم تو اون زندگی که دوست دخترم بخواد منو دیس کنه یعنی خواهد دوست داره من تو رابطم ریدم میخواستی استوری بذاری بگی باز شالله گرگا بخورن شالله گرگا بخورن اما تو نگفتی گرگیات تقدیمت میکنم پیشکش گرگا نه تو رو میندازم من که استخونم کاری با هم نداره تا کجا باید پشت این بریم؟ سپر با اشکان چی؟ سرمون این دارم خب دست سرمون خب مطمئنی راه داریم درست بریم یارو وقتی جلومونه ما یه راهی داریم میریم درسته این برای راه سازی داره میشه آره نه دیگه درسته الان فقط نمیدونم الان فصل دوم بچه ها هستن اگه زنده بودیم حالا فکر بابا جاده رو عوض کردیم چی؟ اینا رو دارم کجا؟ اینا رو دارم کجا؟ ما الان جاده رو عوض آقا یه لحظه اینا رو بیارم کجا بپرسید چی همین برای آجا بسا ایارو روز پساجه بود نمیشنم اصلا نمیشنم آبرمون رفت اما خودش تو لایوه بابا سهر انگار بندگی خصوصات شخصی داره چرا؟ چون دست پام بنزین کجاست؟ پام بنزین آج کرد تو حلقم اومد بغل دست باید باشم همون پام بنزین کجاست؟ سلام مخلصم برگردیم بغل زیرگذره رو بریم بالا میدونستم از این جاده نمیشه بریم؟ از این راه نداره؟ بعد اینجا جادهمون عوض نمیشه؟ میخوایم بریم رشت حاجی الان این مرا برم چقدر دیگه پمپ بنزینه برگردن چی؟ برگردن نزدیکتره؟ آخه من پیدا نمی کنم کجا راه برم من میدونم الان فرهنه یاد گرفتی؟ حاجی جو دمت گرم حاجی صدا مشنی داد زدن بایزاد عجب یه بنزین چه داستانی شده وای چرا ما تو خدمات رفاهی یادمون رفت میرفتیم داداش جلوتر میزنیم خدا داره میگه اشکان نرو اینجا خاموش کنیم بدبختی واسه همین می‌خواستم برم کنم آسفالته آروم سهر با اشکان با
الان اینجا تو میگی کدوم ها بریم؟ اونجایی که بهت گفتم داشت باید بریم بالا گفتی نه این بری باید بریم داداش بالا به خدا بسته بود ببینید ما داریم بنزین تموم میکنیم وسط کبیریم بچه ها اینا دارن میخندن نه بریم مرسی عزیزم چرا بیز نمیزنی؟ اینجا بیز راه هستم اینجا نگاه خوشگله بابا بریم الان تو خوشگله اونجا بابا بیز هر اجاز برو درقه تو بیزت بزن پا برو بهت بگم برو آروم برو فقط میگیریم خودم فقط این تو بشه شروع باشه بالاخره من سلام از اومدی برو ولی معلومه جفتتون رو خیلی دیگه ببراست اینو بردارم میگی چم اونو برو اول تو میبینی بریم دیگه آره اتوبان دور زدیم دیگه اون بر با بنزین بود من افتر تو اتوبان هورا کم پا بنزین کامنت ها رو نمیتونن مادر رسیدی چی بدن مدیریت قوی همیشه در صحنه نگی بیا رو پای من ببینم چی؟ نگی قرد کرده دیگه تموم چرا باید اینجا رو بگیر تو اینجا رو بگیر تو خودش چه مومنتش دایره هی بچه ها مثل که قسمت دایر نیست باشی آها برو اونه اونه ها میگه داری بومبنزی رو خراب کردن چرا بومبنزی رو خراب کرده بودن دیدی من هی میگم به من توجه نمیکنم بشه کدوم؟ نه چیزی چرا؟ بکنم نیزانه بایستی بنزی تموم نکنم حالا کامنت بکنن چه خبره بده آواز ویدیو بگیرید چند سپه با اشکان بدو بزن دخترها بدن اشکان با اشکان نمیتونم لول بزنم بقیه بچه ها کجان همه تو مسیر این ور اون ور سهر انگار مسیر خوابه بابا خواب یعنی تو خودت باختی که گل میخواد بخورد دیگه 1% شانس نمیداری که اینقدر میگه به خدا آره ببین به خدا آخر سر سراغ خودش گرگه میاد میگه تو بودی میگفتی بیا اینجا بگیم آقایان کارت دارم افعی عشق و نفرت اشکان باند جیمز باند چطوری هماهنگ کنیم برای شرکت تو فصل 2 یه فرم اشکان میذاری پر کنیم یه تموم شه یه باکس میذارم برای همه اونایی که میخواد فصل 2 شرکت کنن اشکان یه دونه برنامه درست کنه قبل فصل 2 عشق و نفرت گات تالنت من خواهد زید نمیمونم عشق و نفرت گات تالنت هر کسی بیاد اونجا استعداد خاص خودشو ارائه بده هر کی کمی تر باشه
میاره. ترجیحاً ولی آقا من بگم یه تیکه از شرایط رو ترجیحاً دختره سوسو سلام خوبی مرسی جان پسر سوسو نه یعنی تو پیج اشکان نه آقا میخوای عزیزم تو میگم من چون فصل دو میدونم چه خبره دیگه نه دختر سوسو پسر سوسو بعد اصلا کلا یعنی نمیده عزت میخواد بکنه هر قسمت فقط میخواد استرام بده آقای بابایی چرا بعد خاک رو مونه هاشی بعد قرقرو اشکان گاتله چیزی داره تیکه میندازه الان این تیکه داره میندازی دیگه پسری که همش گشنه باشه آره گشنه اشکان مثل اسرائیل میمونه کسی که همش دستشونه خیلی خوبی واقعا دارم کسایی که فقط دنبال تولید محتوا هستن اینا رو هم بگو دیگه آره کسی که بیاد سر لوکیشن گوشی بگیره دستش فقط همه دنبال یه لوک خوب برای گرفتن یکی کجاست اومد داره واسه ریل میگیره این مورد وسطی جینس نزنه من کلا بدون اینکه همش دیش دارم دیگه چیکارت جمعه شناختت اما بیایم اونجا حالا به اون بنزین میده میگه بیا اشکان بدون صف دارم چون بدون صف الان کلاش میگه لایوی بالو اشکانه این بدله من میخوام نرسم سلام قربونتو برم بعدش بشن عزیز دلم شاکرتم ما که منو پر کن من برم بدم اینا رو گرد بخوره جو عاشق با که پر کنه قربونت برم داداش میگه با که منو پر کن برم اینا رو بدم گرگ بخوره اگه ما رو دوست داری با که شما نکن منه بابا من گفت سلام آخش کن ما شما داداش ما 4 تاییم ما گناه داریم گناه از سال گناه نداریم چرا نداریم ما طفل معصوم نیستیم نه بابا چه طفل معصوم اشکان بعدی ماییم که داداش روشن میکنیم کولر بگیریم بعدی ماییم دارم کولر میخوام بگیرم من یه رفیق دارم 3 سال ماشین خریده تا حالا نشده اون نارنجی من خام بلد نیستم لایو و ذخیره کنم بچه‌ها 10 تا بنزین میزنه میگن لایو و ذخیره کن چجوری باید لایو حال داره میکنه آی آرنج رفتی چشم ببین نگی یه جست گرفته اینجوری وایساده نگی چقدر خوشگل میخنده نگی خوشگل نگاه میکنه نگی چه خوشگل میکنه ولی خنده هایی نیست نگی بچه‌ها من عادت اسخای میکنم برم میچستم به صندلی سرم قرد کرد به پایین برو بالا این بیایی چرا میری تو مخم 8472 نفر چرا نمیرید بخوابی ساعت 10 و 14 دقیقه بخواد ساعت 2 بیدار شید برو گل من تقریبا از 24 چلا 24 ساعت 36 ساعت نخوابیدم آقا من قرض ندارم من دارم بعد میرم قیافتون اول صبح تو بیا بالا ببینیم چه شکلی بیا بالا بیا من ریکوست رو بیارم آقا بهنام علی ماکانی 21 بیا بالا خودت ببین چه شکلی نداره عکس خوش با عکس گفته بخوزشتی نه گفته چطور آره از زش بدتر چه خبره چقدر لایف شلوغه من که فکر کنم لایف سر من لایف خودم بود یه نفر حرف میزد لایف سره بی سر و صاحب کتاب بخر خودت بخواه یه ذره فرهنگ ساز کشتن دادش آدم ها توسط گربه کتاب بخر فرهنگ ساز خودی چیه کتاب اشکان یه تاره مو از سر دختر رو کم بشه میکشنه ماشالله هوا به زور بلند شد برنامه امشب سینماهای کشور مرگ سه دوست او کیست؟ آنکه قاتله؟ من برم پر کنم تا اونجا مشکلی نداشته باشیم بلد نیستم لایو ذخیره کنم خیش خب بچه ها رفت
خیلی حساس بدی هی حس میکنم که بریم اونجا اتفاق بدی دقیقا من باش موافقم ولی ما رو داره به زور میبره من نمیرفتم پایین گفت دستمو میدارم داداش تو پمپ بنزین مایی؟ اوه شما کجایی؟ فکر کنم همینیه که داره بنزین میزنه امیدوارم داداش امیر داریم اینجا؟ نمیدونم یکی نوشته تو پمپ بنزین ما داداش. آقا الان اینو بیار سپر گوش کن ببین کدوم بره آقا امیر رفتن بیارن امیر منش کن. گرمه جان داداش آدرس بگو به من. اون تابلوه من و سحر با هم دوستیم آبیه کلوچه آسال مانی اصال منی تو گرمه خانه چی کار کنی؟ بوتت کنیم بچه ببخشید منو سر اعصاب نداری؟ نه عمرم جمعیت آره یه ذره اعصاب نداری چی قلقلکی نگی؟ زهرا جان نگی فوت برو بر قلق گرم میگه گرم اه در قوا کلو خب چی شده بود پایین خیلی گرم خب پایینه عزیزم بیا قفل کودک نداشگاه بیا اینجا بیا جلو ساکت وای اون خیلی بد بود سحر میگم بیا اینجا دهنت رو ببند عزیزم نه هم نه بیا جلو زرد است خب درد داره اشکال نداره بیا جلو آخ جون بنزین پر شد بیا اینجا بیا اینجا چیه؟ خیلی اوضاش بده گرگ بخورتت چرک میکنی اینجا گرگ بخورت مریض میشه یعنی گرگ مریض میشه اینو بخور گرممه گشنمه واسه همون بریم داداش یه دقیقه ببخش بچه ها یه لحظه نه یه دقیقه بستا نه بابا این داره میاد اینجا من این زود در آوردم ها آی آی داره تو دار جوش میترکونه نمیخوام الان نه بلکل سهر الان بابا آل بالا برو مبدای سر کله سری منو نگاه کن دارانش اطلاع سانایی میباشم پیش داری تا لیست سپر آخه مگه مگه سفر چشه بچه همین موقع یه سیبیل من دیزا جمعه تمام بودی نه اصلا سیر داره خوشنه داره اون 1850 چه میداری نگی خدا بگو چی؟ میگم به گوزیندانم بابا خیلی چی داره چی کار داره ناله ببین همین جاها رو بخوریم درسته؟ خود برو ببین اینا ها این بود همین برگرد یه دقیقه وایسا امو لخته شو دیدی راه نداره چه خلاقیت بخش میدی و کدوم الان مدونه نشونت دادم گفتی آها دارم قلیون میکشن چه قلیونی اون یکی توی جمع لخته یا کم دارن میکشن برام کار زیادی چند دقیقه دیگه داری تموم زهرا جانم داداش خب راه این بره داداش راه تو رو میخواد ببین فقط صاف برو الان میشه برو سنگ یعنی کسایی که تو لایون اگر کسایی که تو لایون اگر بمونن ما چه جاده هایی رو داریم میریم ببین الان ما یه دونه رو رد کردیم درسته؟ این برگشته دیگه وایسا آره نه اینو برو همین شب آره اینو برو آقا من خودم با پشتم به این نمیزنم اشتباه دارم آدرس میدم؟ نه
هستی من رو دیگه میشه نبندم بزنم آقای دمت گرم ما بودیم میگه نگین حسین جان رو بگو دیگه سقف چرا نمیبندین آفتاب نیاد ما از اینایی هستیم که تو زمستون بخاری روشن میکنیم پرتو میندازیم خودمون یکم از جاده بگیریم یعنی ماها برای کوی نیستیم نگین چرا با حسین نرفته بچه ها هر کی که کتمو میخونه بگه بیاین دسکول قدمتون سر چشم عشق من چکلی دمت گرم قربونت مرسی اگر زنده موندیم حتما مزاحمتون میشیم من بتمنم منم سوپرمنم برام رابین بود من سیندرلا من سپیدرلا همین تو بودن آقای مایی سهر راپونزله سهر راپونزل نیست یه شعر میدی سهر پالاسموکر زیافت فقط زیافت سپر بگو اشکان جانم نمیخواد من اینجا بود پلیس اینجا بود چیه بابا آی نشونم دست بگو من مرا بله عمو دمت گرم دست در نکنه به قرآن میشون میزنه پلیس فردی میخوامونه باشی یارو یادش نبود